خانم عذرخواهی میکنم. پول خورد ندارم، برو آقا. پول خورد ندارم چیه خانم؟ اصلا به این سر و وضع میاد که گدا باشه؟ والا گدا بهتر از لباس میپوشن. حالا لباسو میشه کارش کرد ولی قیافه رو بعید میدونم تو برو یکم هزینه کن، اون زانو رو از صورتت بردار. خب پس تو آدرس اون دکتریه که زانو تو صورتت برداشته من بده، منم برم زانو عمل کنم. من مشکل تنفسی داشتم، زیبایی عمل نکردم که. بابا تو همه عملهای زیبایی رو انجام دادی، تنها عمل زیبایی که انجام ندی عمل صالح بوده. باشه تو خوبی با اون قیافه کریهت، سیاه سوخته. ببین پسری که خوشگل باشه که جای خواهر ماست. پسر دقیقاً قیافش همینجوری باید چی بود؟ کریه باشه. خوبه با همین جمله خودتو گول بزن. حداقل این مسواک اون دندون زردت می‌زنی، مثل کارت زرد نزنی تو چشمم. این حواست جمع کن، یه دفعه دیگه بعد صحبت کنی یه لبخند دیگه بهت میزنم 2 کارته میشه اخراجت میکنم. این حرف آخرت خیلی بی‌مزه بود. دختر نگاه چه تیکه‌ایه. ای آدم زرنگ. همه برق میگیره منو قبض برق. چی شده؟ هیچی بابا، سرسو با یه پسر کلکل کردم ولی حالشو خوب گرفتم. چی میگفت مرتی که من میگفت دارم حالشو بگیرم. این اینجا چی کار میکنه؟